امیدوارم که حال همتون خوب باشه. امروز اومدیم با نگین جان با یک کتاب جدید و خواهیم چند دقیقه با هم باشیم. درود، شب بخیر. همنشینی جدید، کتاب جدید، با هم دیگه بینشامون رو به اشتراک میذاریم. این چیزی که برامون هست. خیلی هم عالی. ما میخوایم امروز راجع به کتاب ایکیگای صحبت کنیم. در کنار بینش های خودمون میخوایم اول قسمت های از کتاب و قسمت های اولیه کتاب رو با هم جلو بریم و راجع به فرهنگ ژاپنی ها با هم صحبت بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ایکیگای کتاب ژاپنیه. ایکیگای خودش اسمش اسم ژاپنیه. ایکی به معنای زندگی و گای به معنای ارزشمند بودنه. و چیزی که تو کتاب تعریف ایکیگای تعریفش اینجوری تعریف شده که اون دلیلیه که ما هر روز صبح به خاطرش از خواب پا میشیم و صبحمون و روزمون رو شروع میکنیم. کتاب اومده راجع به جاهایی که عمر مردمانشون زیاد بوده تحقیق کرده و از اینجا اومده کتاب رو شروع کرده و این تحقیقات رو اومده گفته که چرا یک سری کجاها عمر افراد زیاده و به چه دلیل، چه عادتهایی دارن، چی کار میکنن که خب یکیش مردمان ژاپن بوده و فوکوس کتاب خیلی بیشتر رو مردم ژاپن هستش. به همین دلیل ما میخوایم امروز این گفتگومون رو روی فرهنگ ژاپنی ها ببریم. ام، یکی از مواردی که تو اون سلامتی و عمر زیاد تأثیر گذار هست عادت غذا خوردنه. یکی از عادتها این هستش که قبل از اینکه سیر بشن افراد از غذا خوردن دست میکشن و چیزهایی میخورن که حالا به طور مثال ژاپنی‌ها خیلی از سویا استفاده میکنن، خمیر سویا، سبزیجات به شدت میخورن که ام، مخصوصا به خاطر اون فیبری که هست. و چیزی که برای من اینجا جالب بود اینه که ما خودمون چقدر حواسمون به غذا خوردنمون. دیدی بعضی اوقات میخوایم غذا بخوریم متوجه نمیشیم، ممکنه مثلا هزار تا کار دیگه هم داریم کنارش انجام میدیم، از اون غذا خوردن قشنگ لذت نمیبریم. به علاوه اینکه کار دیگه ای هم که میکنن و جالبه، ژاپنی ها غذاهاشون رو توی بشقاب ها تو کاسه های کوچولو سرو میکنن. حجم کم ولی تعداد کاسه زیاد که این باعث میشه باز به این کمک کنه که افراد پرخوری نکنن. یه چیز دیگه هم که من به این مراسم و آداب غذا خوردن ژاپنی ها میخوام اضافه بکنم، اون سبکیه که غذاها رو طبخ میکنن و اون زمان و ارزشی که برای غذا میذارن و اون احترامی که به غذا میذارن، حالا چه در پختشه چه در سروشه. توی ظرفهای متنوع اینا رو میچینن و خیلی حوصله میکنن که زندگی کنن و این یکی از چیزاییه که باعث میشه، علاوه بر اون بعد سلامتی که خب باعث میشه کمتر غذا بخورن، تو ظرفای کوچیک‌تر دارن میخورن، اون عشقی که برای درست کردن اون ظرفا دارن باعث میشه که یک کیفیتی از زندگی رو تجربه کنن. تو میتونی غذا بخوری که فقط رفع گرسنگی کنی و بقا پیدا بکنی، تو میتونی غذا خوردن رو تبدیل به یک کیفیت زندگی کنی که قبلا هم در مورد شکمی گفتگو کردیم، که تو میتونی با این غذا خوردن هم هنر رو تجربه کنی، هم حضور رو تجربه بکنی، هم با این غذا خوردن میتونی ترکیب مختلفی رو تجربه بکنی، طعم ها و طبخ های مختلفی. مثلا یکی از مراسم هایی که ایرانیا دارن اینه که
دوره هم جمع میشن و دوره هم غذا درست میکنن و این اصلا فرصت معاشرت و فرصت این دوره همیه، فرصت همنشینیه، باعث میشه اون غذایی که تو داری نوش جان میکنی یک کیفیت دیگه ای داشته باشه و اون ارزش زندگی رو یه لول بالاتر میبره. دقیقا. یکی از نمونه هاشم که خیلی وقت میذارن سوشیه. سوشی به این معروفه که یه غذای خیلی ساده ولی با جزئیات خیلی زیاد. دقیقا. و مورد بعدی. یه چیزی که داره مثلا همون سوشی شخصی سازیه، یعنی اگه دقت کرده باشین سبکی که غذا میخورن مثلا با همون آدابی که دارن، با اون چوباشون، با اون نوع غذا خوردنشون، مثلا اینو میزنن توی سویا بعد با همدیگه میخورن مثلا. این خودش تبدیل به یک بیزینس شده در دنیا و سوشی اصلا یکی از دلایلی که خیلی معروفه همون مدل سبک سرو غذاه. هم در واقع به نوعی دارن فرهنگشون رو میفروشن و اون حس خوبی که از خوردن اون غذای تنوعی که داره ایجاد میکنه و نیاز انسان به تنوع رو داره برطرف میکنه، در واقع اون رو دارن میفروشن توی دنیا. آره، درسته. یکی از موضوع دیگه ای هم که تو کتاب اومده ام، ارتباط بودن افراد با هم دیگه است. مهم. افرادی که علایقشون با همه، به همین دلیل ما نگاه میکنیم، ما هر وقت با دوستامون، هر وقت روابطی داریم، ارتباط اجتماعی خیلی کمک میکنه به اون حال خوبمون، به اون سلامت روانمون. ام، حالا مثالی که آورده تو کتاب از کشاورزایی که دور همن و موقعهایی که کار نمیکنه، موقعی که شاید درآمدی ندارن، موقعی که حالا مثلا تایم سختی دارن، با هم جمع میشن و دلداری به هم دیگه میدن. ام، و این خودش این برو برو. ام، یکی از فرهنگ هایی که تو این کشورهایی که حالا عمر افراد زیاد هست، یکی از عادت های روزانهشون هستش که همیشه این کار رو انجام میدن، همیشه ارتباطشون رو دارن و خیلی مثل قشنگ مثل کتابو که میخوندم مثل زندگی ما بزرگ با بزرگامونه که توی روستا، تو شهر کوچیک با همسایه ها، و این چقدر، این الان چقدر کم رنگ شده تو زندگی های مدرن امروز و توی شهرهای بزرگی که ما توی ساختمونی ولی همسایه‌مون رو نمیشناسیم، نمیدونیم چجوری داره به همسایه‌مون میگذره. یکی از میدونی دستاوردهای یا یکی از نتایج مدرنیزه شدن زندگیامون کمرنگ شدن روابطمونه یکم. تو فرهنگ‌های مختلف وقتی جستجو می‌کنی این معاشرت رو به شکل‌ها و تصویرهای مختلف می‌بینی. مثلا همین برداشت محصول رو حالا توی فرهنگی میان رقص دارن، توی ام. یه فرهنگی اصلا تو فرهنگ ایران خیلی رقص هست. یا مثلا میان عروسک درست میکنن، عروسک های روسی که با اولین برداشتی که از محصول دارن میان درست میکنن. یا این معاشرت رو به بهانه‌های مختلف همون دور هم نشینی رو کنار هم دارن. ببین تو میتونی یک چای رو خودت بنوشی، میتونی مثل انگلیسی ها مراسم چای داشتن. مثلا یکی از چیزایی که انگلیسی ها دعوت هایی که دارن به خونه هم دیگه اینه که برای چای تو رو دعوت میکنن و ام. صرفا فقط یک چایه ولی اون دور هم بودنه، اون معاشرت رو دارن بهش معنا میبخشن و ما موجوداتی هستن که تنهایی نمیتونیم زندگی بکنیم، تنهایی نمیتونیم دووم بیاریم ام. و قراره که با همدیگه معاشرت کنیم و حالا توی این معاشرتی که جایی توی همون مدرن شدنه گم شده، کم رنگ شده، حتی معاشرتمون کیفیتش کم شده. یعنی مثلا من با تو میام
معاشرت کنم ولی تمام مدت مثلا تو گوشیمم، یا من ام. با تو میام معاشرت کنم تمام مدت توی مثلا مهمونی و رقص و مثلا اینا، و خیلی حضورم با تو نیست وقتی دارم معاشرت میکنم. ولی نه یکی از در واقع ژاپنیا یکی از عادت‌هایی که دارن وقتی که از خواب بلند میشن برای پیاده روی روزانه قبل از کارشون میرن با همدیگه معاشرت میکنن، این فضا رو ایجاد میکنن، باعث میشه که همین چیزایی که به نظر خیلی نکات ریزی میاد همینایی که در واقع ارزش گذاری میکنه کیفیت روز تو، که باعث میشه که تو از خواب بلند بشی. یه وقتایی هست دلیل از خواب بیدار شدن تو دیدن یه دوسته، یه وقتی هست دلیل از خواب بیدار شدن تو یه خرید کردنیه که اون روز برای خودت برنامه چیدی با یه دوست، یا هر چیز دیگه ای میتونه باشه. ولی اون دلیلی که تو از خواب بیدار میشی رو اگر نتونی پیدا بکنی، اون حرکت، اون جریانه که داره تو این کتاب ازش گفتگو میکنه که حالا جلوتر حتما تو بهش اشاره میکنی، اتفاق نمیفته. و همون میشه که حالا دپرشن، بیماری های دیگه، یه عالمه بیماری و در واقع اون جدا شدن از خود واقعیت اتفاق میفته. دپرشن جاییه که تو دلیلی برای اون حرکت پیدا نمی کنی، ام. حرکت داره تو مغزت اتفاق میفته. یعنی تو توی تفکر کردن، تو توی ذهنت داره این حرکت اتفاق میفته، داری به کارات فکر میکنی. ولی این بیرون مثل کسی که فلج شده دستش و این دستش رو نمیتونه حرکت بده، میدونه که این میدونه این انگشت اشاره رو میتونه خم بکنه، آگاهی داره نسبت بهش، ولی نمیتونه این حرکت رو اون بیرون انجام بده. تو ام. افسردگی هم همینه. تو افسردگی هم تو میدونی که یه سری مسئولیت هایی داری، میدونی یه سری وظایفی داری، ولی نمیری انجامشون بدی، بهشون فکر میکنی. و این توی فرهنگشون در واقع یه پیشگیری واکسن هایی رو دارن از معاشرت کردن با هم، که تو فرهنگ ما هم خیلی پررنگه. این دور هم نشینیایی با چایی که با هم دارن، این دور همیا، غیر از این که اون فضای معاشرته، اون نیاز به معاشرته رو در واقع تأمین میکنه، غیر اونم سلامت روان تو رو تأمین میکنه. دقیقاً. آره دقیقا همینه و مثل یه باطلاقه وقتی که آدم یا اون عادتی که میکنه وقتی که همیشه جزء زندگیش باشه. تجربه منه وقتی که تنبلی میکنم تو ارتباط گرفتن با آدما مثل باطلاق میمونه، میدونی هی میری توش هی میری توش. برای اون تکون دادنه، برای اینکه بری با افراد صحبت کنی وقتی که مثلا یه مدتی خیلی دور بودی، اون یک نیرو محرکه اولی میخواد که تو یکم سختی بکشی، یکم مثلا سختی بدی. اوکی الان از اون محیط آسونم بیام بیرون برم صحبت کنم با کسی ارتباط داشته باشم و این خیلی مهمه، مخصوصا برای فکر می‌کنم مخصوصا برای افرادی که مهاجرت کردن. این گروهی که پیدا بکنن، گروهایی که علایق مشترک دارن، فعالیت های مشترکی دارن، به هر حال ارتباط از اون هدف است دیگه، اهداف مشترکی دارن، اونا رو پیدا کنن و با اون جمع ها باشن. حالا معاشرت ساختن دیگه، معاشرت ساختن همون حالا برای در زمینه مهاجرت ریشه های جدیدیه که تو داری میسازی. شاید تو مثلا هر لحظه نتونی خانوادت رو در آغوش بگیری، ولی حس در آغوش گرفته شدن رو شاید با لول 10 نه، ولی با لول 2 میتونی تجربه کنی. وقتی یه بچه میاد تو رو بغل میکنه، وقتی تو یه کشور خارجی هستی یه دوستی پیدا میکنی و اون دوست، اون زبان مشترک همه آدم های دنیا مم. عشقه. وقتی دقیقاً. از اون عشقه به تو میده، تو ممکنه از 10 تأمین نشی، ولی دو تا نیاز در آغوش گرفتن تو برطرف شده. و این اه، چیزی که بستری که لازمه تو خودت فراهم بکنی. یعنی یه جایی ممکنه که تو سخت باشه، روشن کردن ماشین، مم. استارت زدن آره. بیشترین نیرو رو میگیره از موتور،
ولی وقتی به حرکت در بیای دیگه اون نیروی اولیه لازم نیست. یعنی شاید یه وقتایی فقط بلند شدن از جا از رخت خواب سخت مم. باشه، دقیقا. مخصوصا تو روزای سرد زمستون. دقیقا. از خونه بیرون رفتن حتی. ام، و میدونی و این نیستش که ام، تو وقتی آدم تو یک جمعیتون ارتباطه، صرفا این نیست که تو بری عشق بگیری، توجه بگیری. ام، دیدی مثلا نگرانی که یکی ازت بپرسه نگین حالت امروز خوبه، امروز یکم مثلا بیحالی، چی شده؟ این نیست که آدم بگیره، ولی تو ارتباطات آدم میتونه بده. میدونی آدم میتونه اون عشقه رو بده، اون توجه رو میتونه بده، اون نگرانیه رو میتونه بده. همین دادنه، همین عشق دادنه، اون از کجا میاد؟ از نشأت، از تو نشأت میگیره. تو قطعا حالا 100% این نیست که تو از کسی یه چیزی رو بگیری، بلکه وقتی یک چیزی رو داری میدی به کس دیگه ای، اون اول از تو نشأت میگیره. اون عشق رو اگر حتی نگیری، ولی وقتی داری عشق رو میدی، قلبت عشق رو احساس میکنه، قلبت اون توجه رو میبینه. خیلی جمله، خیلی این جمله قشنگیه که من خیلی دوستش دارم و خیلی با خودم تکرار میکردم روزایی که برام سخت بود. حالا بر روزای مهاجرت رو میگم. به جای اینکه انتظار داشته باشم میگفتم میخوام دیده بشم، میخوام بهم توجه بشه، پس من بقیه رو میبینم، پس من به بقیه توجه میکنم. میخوام با هم حرف زده بشه، پس من میرم با بقیه حرف میزنم. و این فوق‌العاده بود، یعنی قشنگ خیلی خوب جواب داد برای من. دیگه تو اون غمه، تو رنجه، تو اون کم بوده که تو روابطم عشقی ندارم، روابطی ندارم، دیگه این رفت کنار، چون محرکش من بودم، چون شروع کنندش از یه جایی به بعد من شدم. یه جمله هست میگه که راه شاد شدن شاد کردن دیگرانه. مم. و عشق دادن و عشق گرفتن دو تا چیز از هم جدا نیست. قبلا هم در موردش گفتگو کردیم. مثل خورشید و ماهه. تو در طول روزم میتونی ماهو ببینی. یعنی مم. ظهرم دقت بکنی تو آسمون، آسمون شفاف باشه، یه بخشایی از ماه هست. این دو تا از هم دیگه تفکیک مرزی ندارن. یعنی تو از راه عشق دادن یه وقتایی خیلی بیشتر عشق دریافت میکنی. فقط ما یه وقتایی اون چیزی که داریم از خواب خیلی گفتگو میکنیم، اون تمرکز رو، حضور رو نداری که چی دریافت کردی. یه وقتایی ما بهار در ما اتفاق میفته ولی ما هنوز فکر میکنیم زمستونه. مم. برای طبیعت خیلی این اتفاق میفته. یه وقتی اصلا حواسش نیست که ای بابا بهار نشده که، یه ذره تا هوا یه ذره خوب میشه. اصلا زمستون یه ذره این شکلیه که یه ذره اول هوا خوب میشه و دوباره سرد میشه و خب اون موقع خیلی شکوفه‌ها میریزن یا مثلا یه درختی کمی آسیب میبینه. به خاطر اینکه هنوز سریع فکر میکنه بهار شده تا یه ذره هوا خوب شد. و این اتفاقاتی که در طبیعت داریم میبینیم در وجود ما هم اتفاق میفته. مم. تو فقط لازمه ببینی که در وجود تو هم اگر شادی یه بخشش دریافت کردنه، یه مم. بخشش دادنه. تو وقتی به دیگران شادی میدی، شادیش رو خودت هم داری دریافت میکنی، فقط مم. حواست نیست. اون مم. لبخندی که وقتی اه، تو مثلا یه بچه رو میبینی که داره بازی میکنه، یه لبخندی ناخودآگاه میاد روی لبت، اون دریافته. ولی ما شکرگزاریشو نداریم. یعنی چی؟ یعنی حضورشو نداریم. یعنی قدردانش نیستیم. یعنی اصلا نیستم، من توی این لحظه نیستم. انقدر این پر کله من که اصلا دریافتش نمی کنم که مثلا من الان این همنشینی که دارم با آیسودا و بقیه دارم، چقدر کیفیت داد به لحظه من که تا لحظاتی قبل انقدر حالم بد بود. هم که مثلا قبل گفتگومون داشتم باهات یه کمی صحبت میکردم، درد دل میکردم، چقدر فضامو عوض شد. و مم. لازمه اینا رو ببینیم. اینا همین چیزاییه که داره تو این کتاب ازش به عنوان کیفیت زندگی، ارزش زندگی داره نام میبره. دقیقا. ام، دقیقا در ادامه چیزی که راجبش صحبت میکنه استرسه. الان
برگردم باز یکم به صحبتت. استرسی که متعادل باشه مفیده، ولی استرسی که ما داریم از کجا میاد؟ ما تو گذشته استرسی که داشتیم از اون کورتیزول و آدرنالینی که ترشح میشد که ما بخوایم از اون وضعیت خطرناک، حالا حمله حیوان و اینا، در بریم. الان این چیزی که ترشح میشه، استرسی که هست که خیلی وقتا همیشه یه مقدار کمی هست، با ما اون خوب نیست. حالا مثلا موبایلمون زنگ میزن یا هر چیزی، اون استرسیه که میتونه اون پیری زودرس رو بیاره و ما باید آگاه باشیم که بتونیم استرسمون رو کمتر بکنیم. دقیقا یکی از کارهایی که آدم میتونه انجام بده که الان بهش اشاره کردی، آگاه بودنه. ببینیم ریاکشنامون رو، ببینیم فکرامون رو، ببینیم تجربیاتمون رو، ببینیم الان من دارم مثلا خوشحالم، الان داریم این بازی رو میکنیم، خوشحالم، نگرانم، دارم به چیزی فکر میکنم، الان یکی یه حرفی به من زد چی شد؟ استرس گرفتم، مثلا سر کار از چی استرس گرفتم؟ مثلا خیلی وقتا میدونی اونجاها بعد اون نقطه های تغییرت هم میتونی پیدا کنی دیگه. الان از این استرس گرفتم، مثلا من خودم خیلی وقتا قبل از جلساتم یه استرسی دارم. چرا؟ چون همیشه فکر میکردم که کاری که مثلا میخوام الان ارائه بدم کافی نیست، در صورتی که تو هر چیزی که باشه براش وقت گذاشته باشی کافیه. تو فقط آگاه نیستی بهش، به خاطر اینکه تو چشت داره دنبال میگرده که یه چیز خیلی بزرگی رو پیدا بکنی، در صورتی که یک چیز کوچیک همینجا نوک دماغته و اونو نمیبینی. و این آگاه بودنه که مدیتیشن میتونه یکیش باشه که ما این استرس رو کاهش بدیم. اون جورنال کردن میتونه یکی از کاراش باشه که ما ببینیم ریاکشنامون و احساساتمون و اینجا استرس گرفتم از این موضوع، استرس گرفتم از این یکی موضوع، چی رو میتونم تغییر بدم، چه تفکر و نگرش اشتباهی دارم که میتونم تغییر بدم و این استرسم کمتر بشه. در مورد احساسات دیدنش، خب موضوع لایوامون بوده مهم. و در موردش گفتگو کردیم و یه جایی شاید این بوده که تو بتونی به یه صلحی باهاش برسی و اون باورهایی که برامون ساخته شده یا خودمون برای خودمون ساختیم، به قول تو یا حالا پرفکتی باید باشم، این کافی نیستی دارم یا هر چیزی که هست، و اون گفتگوهایی که برام هست که تبدیل به باور شده، این باورش کردم. خیلی وقتا یه گفتگوهایی هست ولی تو باورش نمی‌کنی، ولی یه وقتی از توی گفتگویی رو باور میکنی که من اینی که هستم کافی نیست مهم. و همین باعث میشه تو هی یک جستجوی یک سفر بیپایانی داشته باشی، در واقع یه لوپی داشته باشی دنبال کافی بودن. و خب چون کافی بودنی جایی پیدا نمی کنی، دائمی سرخوردگی هی بیشتر میشه و تو دوباره کافی نیستی و ازش هی بیشتر دریافت کنی و یه جایی پادزهرش میشه همون تمرکز رو چیزای کوچیک، همون چیزی که با هم صحبت کردیم، تمرکز رو اون چیزایی که تو کنترل داری روش. مثلا من الان لیوان چایم کنترل دارم، مثلا همون جورنال کردنی که تو گفتی رو روش کنترل دارم، دفتری که تو دستمه رو کنترل دارم، ولی شاید جنگی که داره اتفاق میفته توی دنیا رو من روش کنترل ندارم. نمیگم نمیشه مسئولیتی توش پذیرفته، خیلی همون داریم کارهای خفن توی این زمینه میکنیم، حرکت های بزرگ دارم میکنی، ولی موضوع اینه که توقعی که من برای حرکت بزرگ کردن و اون فشار و استرس و باری که دارم برای خودم ایجاد میکنم، اون کمک کننده نیست. اون فقط داره سم در بدنم و در ذهنم و در زندگیم ایجاد میکنه، فقط داره زندگیم رو مسموم میکنه به جای اینکه حرکت ایجاد بکنه. همونجوری که گفتیم توی کتاب داریم در مورد حرکته داره میگه، در مورد جریانی داره میگه. دقیقا.
و این مثل یه لوپ خرابه دیگه، تا تغییر نکنه اون نگرشت، هی این هی همه چیز، همیشه یه چیزی برای سرکوب کردن خودت پیدا میکنی. ولی اگه من یه کاری که میکنم، یه تریکیه که خودم پیدا کردم، وقتی که یه سری از کارهایی رو باید انجام بدم که خیلی سختن، ام، و تو میمونی توش، تو جلو نمیری، مثل اون باتلاقیه، مثل رود نیستی که جریان داشته باشی، مثل یه باتلاق میشی که مونده، گندیده. وقتایی که من مثلا ام. نمیبینم که نمیرم جلو، دقیقا از این که بتونم از این لوپ بیام بیرون، تغییر میدم یکم. مثلا یا یه کاری میکنم که آسون تره، یا یه کاری میکنم که به قول تو روش کنترل دارم، که بتونم اون موفقیت ریز و فقط برای خودم بیارم که از این لوپه بیام بیرون. ببین هر کسی هدایت و حمایت هایی که لازم باشه در هر چالش زندگیش رو هم دریافت میکنه هم داره در وجودش. مم. خب و اگه اینو بپذیریم دیگه دست از نصیحت کردن و راهکار دادن به همدیگه یه جاهایی بر میداریم. و اگه این رو باور کنیم که هر کدوم از ما انقدر توانمند هستیم که تو هر چالش از زندگیمون بتونیم پیدا بکنیم که مثلا نگین الان اگه زندگی شرایط سختی داره چی حالش رو یه دونه از 1 تا 10، اگه بخوایم مثلا یه اپسیلون یه چیزی یه تکونش بده چی میتونه این درجه رو یه ذره ببره بالاتر. و اینو خودش میتونه پیدا بکنه. مم. من فقط میتونم بهش اون بودنم رو هدیه بدم که من هستم کنارت و من باور دارم که تو میتونی از پس این روزای سخت بر بیای. ولی هر کسی لازمه خودش اه، پیدا بکنه، وگرنه میشیم قرصای مسکن زندگی همدیگه و مم. رشد نمی کنیم. به جای اینکه به همدیگه ماهیگیری یاد بدیم، به جای اینکه به همدیگه یاد بدیم که اه، ببین من اینا رو تو زندگیم تجربه کردم، ممکنه برای تو زندگیت کار بکنه ممکنه کار نکنه. دائم میخوایم نسخه زندگی خودمون رو برای بقیه هم بپیچید که خب کار نمیکنه. از یه طرف دیگه، چقدر خوبه وقتایی که موقعیتمون سخته تنها باشیم، چون خیلی وقتا میخوایم بریم فرار کنیم، میخوایم بریم همون قرص مسکنه رو از این ور اگه نگاه کنیم. وقتی من آیسودا مثلا تو اون شرایط سخت قرار میگیرم، به جای اینکه بشینم ببینم که اوکی برای من چه چیزی الان کار میکنه، من میتونم چه کاری بکنم که خودم رو از این حالت بیارم بیرون، به جای این کار میرم دنبال اون قرص مسکن، میرم با دوستم با 100 تا دوستام حرف میزنم که در همون لحظه شاید حالم رو خوب بکنه، در همون لحظه اصلا کار منو تایید بکنن، در صورتی که من خودم هنوز نمیدونم که این کاری که الان دارم میکنم شاید برای من الان درست نباشه، شایدم درست باشه. یعنی میخوام بگم که اون همدلیه. مهم. هم بگم برو که برو. برای ما هم، یعنی ما خودمونم سعی نکنیم از اون شرایط سخت فرار بکنیم، سعی کنیم اون شرایط رو داشته باشیم که خودمون رو بیشتر بشناسیم، ببینیم که الان چیه، الان نگرش من چیه، شاید بعد نگرشم رو عوض کنم، شاید بعد الان خودمو بیشتر بشناسم، شاید بعد یه کار دیگه ای بکنم. این شفاف شدن اولین قدمیه که تو لازمه در هر چالشی برداری. تو این کتاب ولی از اون همدلی هم میگه ها، از اونجایی که آدما کنار همدیگر معاشرت میکنن تو سختی ها کنار همدیگر، و این خیلی قشنگ ترکیب میکنه با فرهنگ. مم. و آدما توی وقتی بری حالا یک بری موزه ها، بری نگاه بکنی تو فرهنگای مختلف، نگاه بکنی آدما چجوری دور هم جمع می شدن، مم. مراسمای شادیشون دور هم بوده، غمشون دور هم بوده. و من زمانی که اجازه بدم که یک
حمایتی رو دریافت بکنم، مثلا درخواستی بکنم که آقا من الان نیاز به کمک دارم، مهم. حتی اگه خودم نمیتونم شفاف ببینمش، اون یه جاییه که تو اون وقت آماده دریافت میشی. حالا مهم. یا آماده دریافت بودن رو من اون جایی که خودم بشینم با خودم اتفاق میفته، هر کسی راهکار خودش رو داره. مهم. یا مثلا یه زمانی حتی ممکنه تو برات این باشه که تو بهترین انتخابی که در لحظه داری و بهترین امکانی که در لحظه داری رو پیدا میکنی. تو خودت خیلی خوب میدونی که الان یه چی میتونه اون اپسیلون جابجایی رو برات انجام بده. برای یکی هنره و اون غرق شدنی که توی این کتاب ازش میگه، غرق شدن، یکی شدن باهاشه. میره مثلا اون حضوره که توی انیمیشن سول خیلی میبینیمش، اونه. برای یکی هنره، برای یکی آشپزیه، برای یکی کتاب خوندنه، برای یکی آواز خوندنه. مهم. نمیدونی، هر کسی پیداش میکنه. تو هوشمندیشو داری که خودت رو بتونی اگه بخوای مهم. بتونی نیرومند کنی توی چالشات، توی داون بودنات، دوباره میای بالا. آره دقیقا و اون نقطه ایه که دیگه یاد میگیری وقتی میری پایین زودتر عقب میای بالا. دنبال نسخه گرفتن از بقیه نیستی، دنبال همدلی هستی یا ولی دنبال اون نسخه، اون مسکنه از بقیه نیستی. مثل مهارت شیرجه زدن دیگه. ببین تو مهم. وقتی شنا بلد نباشی، وقتی بری ته آب خب سختته بیای بالا. ولی وقتی شنا یاد میگیری دیگه تکنیکیه، دیگه بالا میای، بخوای نخوای بالا میای. آره